واقعا چه بلایی سر چاندرا لوی اومد؟ این دختر 24 ساله تو سال 2001 گم و گور میشه. تا به اینجای کار اتفاق عجیب غریبی نیفتاد و خیلی وقتا ممکنه به هر دلیلی یه نفر ناپدید بشه. اما داستان زمانی جنایی میشه که پای یکی از بزرگترین نماینده‌های مجلس آمریکا هم به این پرونده باز میشه. مثل اینکه یه نفر این وسط نسطا هوس کرده معشوقش رو حذف کنه. حالا 20 سال از این جریان گذشته. میخوایم با هم دیگه بررسی کنیم ببینیم آیا واقعا میتونیم قاتل واقعی چاندرا لوی رو پیدا کنیم یا نه این پرونده هنوزم قراره یه کولد کیس باقی بمونه. سلام، من مهسا هستم و تو این اپیزود از شاهد خاموش میخوایم بریم سراغ پرونده کولد کیس چاندرا لوی. اوایل سال 2001 چاندرا داره واسه عمه‌اش که یه جورایی مثلا محرم اسرارش حساب میشه از عشق جدیدش میگه که اولین بار اونو توی جشن شکرگزاری دیده. یه مرد خیلی جذابه، از خودم یه مقداری بزرگتره ولی خب خیلی جنتلمنه، پول داره، برای من خیلی خرج میکنه. منو فلان کاخ مجلل برده، رفتیم با هم دیگه قایق سواری، فلان جزیره رفتیم، این جواهراتو برام خریده، اینو خریده، اونو خریده. خیلی مرد جذابی هم هست. چاندرا همه اینا رو داره با هیجان تعریف میکنه و عمش میگه یه ذره هم شبیه هریسون فورده. انگار که مثلا با این آدمی که آشنا شده یه ته‌چهره‌ای هم به هریسون فورد داره. عمه تا اینجای کار یه ذره خوشحاله. آخ جون برادرزادم عاشق شده، فلان شده، بهمان شده. اما با جمله بعدی که چاندرا میگه عمه با تمام وجودش میترسه. چاندرا میگه که این آدم یه سیاستمدار معروفه. وقتی عمه خانم اسم این آدمو میشنوه خیلی جا میخوره، چون این آدم هم زن داره هم 2 بچه. بنابراین چاندرا رو نمیتونه به عنوان یک رابطه واقعی و برای همیشه بخواد. احتمالاً قراره یه مدت باش خوش بگذرونه و بعدم از هم جدا بشن. این چیزیه که عمه خیلی خوب میدونه، اما چاندرای زود باور به هیچ وجه قبولش نمیکنه. گری کاندیت نماینده حزب دموکرات آمریکا بود، یه مرد 53 ساله که خیلی هم خانواده دوست بوده و همه اونو به عنوان کسی میشناختن که به شدت به خانواده‌اش علاقه‌منده. از قضا این آدم یکی از منتقدین بیل کلینتونه. چرا؟ چون که تو همون بازه زمانی 1-2 سال قبلتر لو رفته که بیل کلینتون با یکی از دستیارهاش به اسم خانم مونیکا لوینسکی رابطه داشته و این آدم یعنی گری کاندیت همیشه مثلا توی مناظرهایی که داشته به بیل کلینتون گفته که آره تو اگه راست میگی، اگه خیلی مردی، داستان اون دستیارتو بگو، داستان مثلا مونیکا رو بگو. و حالا انگار خودش هم همچین واسن تمیزی نداشته و خودش هم سر گوشش میجنبیده. میرسیم به 6 می سال 2001. تو این روز پدر چاندرا با پلیس تماس میگیره و میگه تقریبا 5-6 روزه که از دخترم بیخبرم. پلیس شروع میکنه بررسی کردن و میره سراغ آپارتمان چاندرا تا ببینه چی پیدا میکنه. توی آپارتمان کارتای بانکی، کارت شناسایی، گوشی موبایل، همه وسایل چاندرا هست. این یعنی اینکه چاندرا قصد نداشته مدت طولانی از خونه بیرون بره. بعد شروع میکنن از همسایه‌ها پرسجو کردن. یکی از همسایه‌ها میگه که ما 5-6 روزه که مثلا چاندرا رو ندیدیم، ولی آخرین بار 30 آوریل ساعت مثلا 4:30-5 صبح ما یه صدای جیغ و داد زنونه شنیدیم ولی نمیدونستیم کار کی بوده. روی این حساب پلیس به این نتیجه میرسه که احتمالاً چاندرا روز 1 می گم شده. بعد پلیس میاد یه سری بررسی انجام میده، متوجه میشه که آخرین بار 30 می چاندرا دیده شده. اونم وقتی داشته میرفته به باشگاهی که حالا همیشه اونجا میرفته که بره مثلا عضویتش رو کنسل کنه. میان سابقه تماسش رو بررسی میکنن، میبینن که توی 30 می زنگ زده به همون گری کاندیت. بعد از این داستان یه سری از مامورای پلیس میان هیستوری لپتاپ چاندرا رو بررسی کنن که از قضا یکی از اون مامورها که خیلی آدم شلدستی بوده دستش میخوره و هیستوری رو کامل پاک میکنه. نمیدونم چجوری واقعا این قضیه ممکنه. از اون طرف ساختمون چاندرا اینا دوربین داشته. پلیس میاد دوربین رو بررسی کنه، متوجه میشه که چه جالب، برای روزهای 30 آوریل و 1 می همشون پاک شدن. ببین اگه مثلا تا این لحظه هر کسی احتمال میداد که مرگ چاندرا یه چیز اتفاقی بوده، این داستان که مثلا ویدیوهای حتی ساختمون هم پاک شده، فیلمایی که ضبط شده پاک شده، یه ذره باعث میشه که همه آدم‌ها مشکوک بشن. الان دیگه پلیس هم میدونه که چاندرا با گری کاندیت در ارتباط بوده و حتی به اون آدم هم شک میکنن، چون اون آدم هم زن و بچه داشته، آدم معروفی بوده، حتی قصد داشته که مثلا نماینده مجلس بره مراحل بالاتر و حتی واسه ریاست جمهوری مثلا اقدام بکنه. ولی الان چی شده؟ معشوقش جنازش پیدا شده و خب اونم که احتمال داره پاشین وسط باشه دیگه، نمیشه از این احتمال واقعا چشم پوشی کرد. تقریبا 1 ماه زمان میبره تا پلیس بتونه اطلاعات لپتاپ چاندرا رو بازیابی بکنه. چک میکنن، میبینن که چند تا سایت رو چک کرده بود. حالا این سایت‌ها چی بودن؟ یکیشون اداره هواشناسی مربوط به واشنگتن بوده،
یکیشون یه بستنی فروشی به اسم باسکین رابینز بوده و چند تا چیز دیگه، مثلا چه میدونم یه منطقه به اسم آلزاس لورن توی فرانسه رو چک کرده، سفر هوایی رو چک کرده، ایرلاین رو چک کرده و بعد آخرین سرچش این بوده: اطلاعات در رابطه با پارک راک کریک. پارک راک کریک همون جایی بوده که حالا مثلا چاندرا اون باشگاهی هم که میرفته نزدیکش بوده. با این حساب پلیس راه میفته میره اون پارک و مثلا اطراف اونجا رو دقیق‌تر بگرده، شاید یه اثری از چاندرا پیدا کنن. گفتم دیگه پلیس میره اون پارک و شروع میکنه گشتن. منتها انقدر که این پلیسا احمق هستن در بسیاری از موارد، البته توهین به پلیسای باهوش نباشه، اینا فقط میرن و مسیرهای اصلی رو میگردن. یعنی اون وسط هیچ مغز فندقی به خودش مثلا فشار نیاورده بگه بابا شاید این دختره مسیر اصلی رو نرفته باشه، رفته باشه توی فرعی، ما فرعی ها رو هم بگردیم. نه، اصلا همچین کاری نمیکنن. مسیرهای اصلی رو نگاه میکنن، میبینن چاندرا هم نیست، برمیگردن میگن که نه اینجا نبوده. به همین سادگی. یعنی ممکن بود مثلا چاندرا حتی اون گوشه موشه ها زنده باشه، ولی خب پلیس نگشته بودش. بعد از این جریانات پلیس میره سراغ اولین متهمی که داره، یعنی گری کاندید، و شروع میکنن اونو بررسی کردن و بازجویی کردن. با کاندید شروع میکنن حرف زدن. بعد گری میگه که نه من چاندرا دوست معمولی بودیم. بعد چاندرا گیاهخوار بوده، سیگار نمیکشیده، خیلی آدم خوبی بوده، اهل الکل نبوده. من فکر میکردم که فقط مثلا ما دوستیم، واسه کارهای مثلا تحصیلش هم کمکش میکنم. بعدش هم فکر میکردم برمیگرده، اصلا نمیدونستم که قصد داره بمونه. یعنی بالکل این داستانی که مثلا معشوقش و اونجور چیزا رو کلا تکذیب کرد. خیلی گردنگیرش خراب بوده، خیلی. بعد از اینکه گری کاندید کلا قضیه رو گردن نگرفت، پدر مادر چاندرا میگن که ما نیاز داریم که بررسی بیشتری صورت بگیره. و از اونجایی که خط تلفن چاندرا به اسم پدر مادرش بود، سریعا میرن پرینت تماس‌ها و اس‌ام‌اس‌هاشو میگیرن. توی اون پرینت‌ها میبینن که روزی که چاندرا ناپدید شده، حداقل 20 بار به گری زنگ زده. و یه سری پیام هم رد و بدل شده که حالا پیام‌ها رو که بررسی کردم مثلا یه همچین چیزایی بوده: الان ساعت 11:45 است، ببخشید چند روز درگیر بودم، خب خودت که میدونی. بعد جواب داده که بهم بگو برنامه‌ت چطوره، امروز اوضاع خوبه، فعلا خدافظ، میبینمت، بهم زنگ بزن و از این جور پیاما. پلیس وقتی که این پیاما رو میگیره مطمئن میشه که این داستانی که گری کاندید گفته ما فقط دوست معمولی بوده و این حرفا، شروع میکنه آپارتمان چاندرا رو دقیق‌تر گشتن و توی حالا همومی که چاندرا داشته چند تا شورت نشسته پیدا میکنه. اون شورت‌ها رو میبرن بررسی میکنن و میبینن که روی اون لباس‌ها دی ان ای گری کاندید وجود داره. پس کاندید زیر میزده که ما فقط دوست معمولی بودیم، وگرنه دی ان ای تو اون چه غلطی میکرده، اسپرمش بوده دیگه. این داستان که گری کاندید یه معشوقه‌ای داشته که اسپرمش هم روی لباس زیر معشوقه پیدا شده و حالا معشوقه گم شده، تو کل آمریکا مثل بمب صدا میکنه. در حدی که حتی مثلا شبکه فاکس میاد براش یه دونه نظرسنجی میذاره و توی اون نظرسنجیه 44% از افرادی که شرکت کرده بودن گفته بودن که این قطعاً مقصره، 27% میگفتن که باید استعفا بده و 51% هم میگفتن که این داره ادای بیگناه‌ها رو در میاره. اینا سوالای متفاوت بودن دیگه، اینا رو جمع بزنید از 100% بیشتر میشه، ولی سوالای متفاوتی بودن. در نهایت پلیس میگه که ما از گری کاندید میخوایم یک تست دروغ سنج بگیریم. گری هم زیر بار نمیره، قبول نمیکنه و پلیسا هم نمیتونن متهمش کنن. اما بعدا میگه که من تو فلان جا پیش وکلای خودم تست دروغ سنج دادم، اینم نتیجهشه که منفی بوده. ولی خب قبول نمیکنه پیش پلیسا تست بده. همین قضیه احتمال اینکه این آدم بیشتر مقصر باشه و گناهکار باشه تو قضیه گم شدن چاندرا رو خیلی شدیدتر میکنه. ولی هنوز که هنوزه، چند ماه گذشته، 4-5 ماه گذشته، جنازه چاندرا پیدا نشده و هیچ کس هم نمیدونه چه بلایی سر این دختر اومده. انگار که یه قطره آبیه که تو زمین فرو رفته. قبل از اینکه ببینیم چه بلایی سر چاندرا اومد، باید این وسط یک داستان فرعی رو تعریف بکنیم. تو همون بازه زمانی که چاندرا گم شده بود، یه مرد رو پلیس دستگیر میکنه. اون مرد به اتهام این دستگیر میشه که زنها رو آزار و اذیت میداده. 2 نفر اونجا شهادت داده بودن که این مرد مزاحممون شده. سیستم کاریش هم اینجوری بود. خب اون مسیری که اینا میرفتن توی اون پارک یه مسیر پیاده روی بود، خانم‌ها میرفتن میدویدن. این نگاه میکرد، وقتی که مثلا یه خانم تنها رو میدید حمله میکرد بهشون و شروع میکرد آزار و اذیت کردن، یا حتی مثلا جیبشون رو میزد و یه همچین چیزایی. آزار جنسی نمیرسوند، ولی خب یه تاچی میکرده، چه میدونم یه فوشی میداده، یه نگاهی، یه ترسوندنی. همه اینا خب درجاتی از آزار حساب میشن دیگه. این هم این کارو میکرده، یه آزار و اذیتی میرسونده و رد میشده میرفته. پلیس مرد رو دستگیر میکنه، متوجه میشه که این مرد کسی نیست بجز اینگمار گواندیک. اینگمار گواندیک یه مرد 29 ساله بوده که از السالوادور اومده اینجا و احتمالاً عضو باندی بوده به اسم باند M13. این باند هم باند خلاف و قاچاق و اینجور چیزا بوده دیگه. پلیس دستگیرش میکنه. اون خانمایی هم که حالا اومده بودن اعتراض کرده بودن که یه نفر مزاحم شده، میان و میگن که بله این آدم مزاحم ما شده و شناساییش میکنن.
اینگمار هم همون زمان به زندان محکوم میشه، یه 10 سال میفرستنش آبخنک بخوره. تو همین بازه زمانی تقریبا 1 سال دیگه از گم شدن چاندرا گذشته. یه مردی با سگش داشته تو همون پارک قدم میزده و میبینه که سگش میره یه استخوان نسبتا درازی رو با خودش میاره. مرد وقتی اون استخوان رو میبینه شک میکنه که این استخوان مثلا مال گاوه، گوسفنده، مال چیه. میره همون جایی که مثلا سگش داشته بازی میکرده و نگاه میکنه، یه سوتین ورزشی میبینه، عرقگیر میبینه، کفش میبینه و یه تعداد خیلی زیادی استخوان میبینه. زنگ میزنه به پلیس میاد این استخوان‌ها رو جمع میکنه. از روی سوابق دندون متوجه میشن که بله این استخوان‌ها متعلق به چاندرا لویه. حالا نکته دردناک چی بوده؟ اون زمانی که پلیس شروع میکنه گشتن دنبال چاندرا، یک قانونی حالا تصویب میکنن واسه خودشون یا یک قراری بین خودشون میذارن. اونم اینجوری بوده که میگن ما تا فاصله 100 یاردی رو میگردیم. 100 یارد میشه مثلا 90-91 متر. ولی جنازه چاندرا تقریبا 2 کیلومتر اون طرفتر پیدا شده. یعنی گفتم دیگه پلیس فقط اون خیابونای اصلی رو گشته بود. اگه مثلا میرفت اون طرفتر توی شیب‌ها رو میگشت، توی مثلا یه ذره جاهای فرعی اون پارک رو میگشت، احتمالاً جنازه چاندرا رو پیدا میکرد. حتی چه بسا که چاندرا رو زنده هم پیدا میکرد، چون که پلیس بعداً جنازه رو که بررسی میکنه متوجه میشه که این دست و پاش بسته شده و تقلای زیادی صورت گرفته تا دست و پا رو باز کنه و نتونسته، چون با مفتول فلزی بوده. یعنی ممکنه که این دختر روزها و روزها زنده مونده باشه و چون حالا دهنش بسته بوده، دست و پاش بسته بوده، از گرسنگی و تشنگی مرده باشه مثلا. حالا این دیگه گمان زنی هایی که صورت گرفته، واقعا نمیدونیم درست بوده یا غلط. الان دیگه همه مثلا با شدت بیشتری هم گری کاندیتو دارن تهدید میکنن که آره تو کشتیش، هم مثلا دنبال قاتل میگردن. الان دیگه پرونده قتله. یعنی تا قبل از این ممکن بود که پلیس بگه که شاید چاندرا پیچونده رفته، چون میدونن فرار کرده فلان کرده، ولی الان دیگه جنازش هم پیدا شده. حالا این وسط اون آقای اینگمار میگه که آره من از گری کاندید که مثلا نماینده مجلس بوده $25,000 پول گرفتم تا برم چاندرا رو بکشم. آره این به من پول داده فلان کرده، منم پولا رو همه رو فرستادم واسه خانواده‌ام. ببین این قضیه چون که حالا مثلا توی زندان‌ها تلویزیون هم هست دیگه و چون اخبار پخش میشه، هم میدونستن که چاندرا توی اون پارکی که اینگمار کار میکرده در واقع گم و گور شده و بعد اینگمار هم به خاطر مزاحمت واسه خانم‌ها دستگیر شده و چاندرا هم با یکی به اسم گری مثلا رابطه داشته. همه این داستانا کنار هم دیگه، یکی بشینه بچیندشون، میتونه این احتمال رو هم قرار بده که شاید یه نفر بخواد واسه گری کاندید مثلا پاپوش درست کنه. میگن مرد حسابی اینگمار تو 10 سال زندان داری، چرا یهویی باید اعتراف کنی، هم زندانتو بیشتر بکنی هم مجازاتتو بیشتر بکنی؟ ممکنه مثلا یه نفر از رقبای گری، از دشمناش به این آدم پول داده باشه که بخواد مثلا حالا گری کاندیتو خیلی بدتر به زمین بزنه. سر همین قضیه پلیس میاد و از اینگمار تست دروغ سنج میگیره. حالا نکته جالب چیه؟ ببین تست دروغ سنج رو که میگیرن نتیجه تست نامشخصه. یعنی نه میزنه بله این آدم داره دروغ میگه، نه میزنه نه این آدم داره دروغ نمیگه. نتیجه رو نامشخص نشون میده. چند بار همین تست رو تکرار میکنن ولی هر بار جواب نامشخصه. این خیلی واسه پلیس هم عجیبه، چون بالاخره تست دروغ سنج چیزی نیست که تو یا داری دروغ میگی یا داری دروغ نمیگی دیگه، نامشخص نداریم که. حالا باگ قضیه تو چی بوده؟ وقتی میخوان تست دروغ سنج بگیرن یه سری الکترود رو با آدم وصل میکنن و ازش سوال میپرسن. بر اثر تغییری که توی ضربان قلب و اینجور چیزا پیش میاد در واقع متوجه میشن که این آدم دروغ میگه یا نه. منتها کسی که سوالا رو داشته از اینگمار میپرسیده یه آدم انگلیسی زبان بوده و اینگمار ذاتاً یک آدم السالوادوری بوده. در نتیجه وقتی با یک زبان متفاوت ازش سوال میپرسیدن مغزش دیتکت نمیکرده که این داره چی میگه. کارشناسا هم خب نظرشون این بود که آره ممکنه یه همچین چیزی به خاطر این تفاوتی که پیش اومده باعث بشه که نتیجه نامشخص باشه. بنابراین تست دروغ سنجی واقعا قابل استناد نیست. حالا براتون بگم چقدر این چاندرا بد شانس بوده. اگر که شما هم مثل من خیلی موضوعات سیاسی و جنایی دنبال کنید، میدونید که در 11 سپتامبر 2011 یه اتفاق خیلی وحشتناک دیگه تو آمریکا میفته. حمله به برج‌های تجارت جهانی. وقتی این اتفاق میفته، اصلا داستان چاندرا به کل میره زیر پوشش و هیچکس اصلا حواسش نیست که این بچه چه بلایی سرش اومده، چی شده چی نشده، هیچکس اصلا سراغش نمیره. همین داستان هم باعث شده بود که روی این پرونده تاثیر زیادی بذاره و اصلا کسی دیگه پیگیر داستان چاندرا نباشه. حالا بعدش که اینگمار دستگیر میشه و این داستانا پیش میاد، خب یه ذره پرونده تغییر میکنه. ولی در نهایت میخوام بهتون بگم این پرونده زمانی که داغ بوده، زمانی که وقت رسیدگی بهش بوده، گم میشه. الان پرونده چاندرا توی همچین وضعیتیه. به خاطر پرونده 11 سپتامبر کلا که اصلا زیر سایه رفته. یه نفرم هست که قتلش رو گردن گرفته که پلیس حرفش رو باور نمیکنه، میگه احتمالاً داره دروغ میگه. یه نفرم هست که مظنون درجه 1 ولی خب گردن نمیگیره.
پلیس هم همینجوری دست از پا دراستر همینجوری داره دور خودش میچرخه. اما والدین چاندرا نمیتونن یه همچین چیزی رو بپذیرن و به شدت اعتقاد دارن که پلیس این وسط داره سهل انگاری میکنه. میان یه کارگاه خصوصی رو استخدام میکنن که بره بگرده مثلا ببینه چه اتفاقی میتونه بیفته و چه چیزی کشف میکنه. این کارگاه اصلا یه اتفاق عجیبی رو رقم میزنه. شروع میکنه گشتن و بعد با یه بیلچه ساده میره همون مناطقی که پلیس گفته بود ما دیگه کامل بررسی کردیم، استخوان چاندرا رو جمع کردیم فلان و بهمان و اینجور چیزا. میره اونجا رو شروع میکنه گشتن و یه پلاستیک انقدی فقط استخوان چاندرا پیدا میکنه. استخوان ساق دستش رو پیدا میکنه، استخوان پاهاش رو پیدا میکنه، حتی استخوان گردنش رو پیدا میکنه. که اصلا همین استخوان گردن بعدا میشه یه سند. سر اینکه اینگمار گفته بود که من چاندرا رو با چاقو زدم کشتم، اما خب این استخوان گردنش شکستگی رو نشون میداد. یعنی قطعاً چاندرا چاقو نخورده، خفه شده، از گرسنگی مرده، از تشنگی مرده، هر بلایی که سرش اومده نه چاقو بوده نه تفنگ بوده. با وجود این کشفیات جدیدی که پیدا شده بود این استخوان‌ها و اینجور چیزا، همه انتظار دارن که الان پلیس یه حرکت جدیدی بزنه. ولی واقعا به نظر من سهل‌انگاری پلیس تو این پرونده به شدت دیده میشه. چه از اون زمانی که رفتن شروع کردن آپارتمان رو گشتن که اطلاعات کامپیوتر رو پاک کردن، چه اون زمانی که قرار شد دنبال جنازه بگردن که اون شکلی گشتن هیچی پیدا نشد، چه بعدش که حالا مثلا جنازه پیدا شد استخوناش جا موند. هیچ نکته مثبتی توی این پرونده دیده نمیشه. یک سال 2 سالی هم میگذره، سال 2003 2004 اون حدودا گری کاندیت هم کلا دیگه از نمایندگی مجلس کنار میکشه، اصلا کلا از صحنه سیاست آمریکا دور میشه و میره سراغ زندگی خودش. اینگمار هم که به جرم حمله به خانم ها 10 سال زندان گرفته، گفتم این جرمو گردن میگیرم ولی خب تاثیر نداشت، اونم تو زندانه. 6-7 سالی میگذره، میرسیم به سال 2008. پرونده چاندرا دیگه یک کولد کیس شده، هیچ کس اصلا سال به سال سراغش هم نمیره. تو سال 2008 یه گزارش تحقیقی 13 بخشی توی یکی از روزنامه‌ها چاپ میشه و توی اون گزارش میان در مورد مثلا حملاتی که به خانم‌ها توی سال 2001 2002 صورت گرفته حرف میزنن و خب مجرم اصلی هم کسی نبوده جز اینگمار گوادیک. این داستان باعث میشه که دوباره پرونده چاندرا رو بیاد و همه شروع کنن در موردش صحبت کردن. تو همین بازه زمانی یه اتفاق خیلی جذاب دیگه میفته. پلیس مجدد میاد و شروع میکنه سلول اینگمار رو گشتن. توی سلول یه تیکه عکس بریده پیدا میکنه که عکس چاندراه. میدونی این قضیه خیلی عجیبه که چرا مثلا یه نفر باید عکس یه دختری رو که حالا یا کشتتش یا هیچ ربطی بهش نداشتش و بریدش رو بذاره مثلا لای کتاباش قایم کنه. پلیس یه ذره به اینگمار دوباره مشکوک میشه. شروع میکنه بررسی کردنش تا یه پسری به اسم آرماندو مورالز میاد پیش پلیس و میگه که من میخوام برای شما یه اعترافی بکنم. اعتراف آرماندو مورالز روند پرونده چاندرا لوی رو به طور کامل تغییر میده. چرا؟ چون که میره توی دادگاه و به قاضی میگه که بله این آدم یعنی اینگمار گوادیک برگشته به من گفته که من چاندرا رو کشتم اما بهش تجاوز نکردم. اون حرفای چاقو و اینجور چیزا رو زدم فقط بابت اینکه پلیس رو مطمئن کنم که کار من نبوده، در حالی که واقعا کار خودم بوده. شهادت مورالز باعث میشه تا اینگمار به جرم قتل چاندرا لوی به 60 سال زندان محکوم بشه. انگار که دیگه بالاخره بعد تقریبا 10 سال پرونده قتل چاندرا لوی بسته شده. اما این پایان ماجرا نیست. سال 2012 تقریبا 2 سال بعد از اینکه مورالز میاد شهادت میده و میگه که آره مثلا این اینگمار زده چاندرا رو کشته، مورالز از زندان آزاد میشه. میره با یه خانم دیگه آشنا میشه. اون خانم هم مثل اینکه مهماندار پرواز بوده. با هم دیگه دوست میشن، حتی میره خونه اون مهمانداره که اسمش هم بابس پرولر، خانم پرولر، اسمش خیلی سخت بوده. حتی میره خونه خانم پرولر هم شروع میکنه زندگی کردن. اما بعد از یه مدت شروع میکنه حساسیت نشون دادن روی پرولر. با کی رفتی، با کی اومدی، چرا مثلا اون خلبان با تو حرف زد، چرا فلانی به تو نگاه کرد و شروع میکنه آزار اذیت دادن این زن. دختر یه ذره میترسه ولی خب جرئت هم نمیکنه که مستقیما بهش بگه من میخوام با تو کات کنم و اینجور چیزا، چون میدونه این آدم قبلا زندانی بوده و خب باید با دقت بیشتری در کنارش قدم برداره. میاد چیکار میکنه؟ شروع میکنه صداهاشو ضبط کردن. بعد یه شب مثلا حالا با هم دیگه مشروب میخورن، یه نره شب کردن هم دیگه خوابیده بودن، داشتن با هم حرف میزدن و مورالز شروع میکنه صحبت کردن. توی صحبتش میگه که آره سر اون قضیه که مثلا من رفتم شهادت دادم و فلان، ممکنم هست که واقعا اینگمار کاری نکرده باشه. بعد پرولر همین دختره با تعجب میگه یعنی چی؟ چطور این حرفو میزنی؟ مورالز مستقیما حرفی نمیزنه
ولی خب صحبت‌هاش اینجوری بوده که انگار که مقامات زندان اومدن بهش گفتن که اگه تو بری مثلا بگی که اینگمار اینو کشته و فلان و اینا، ما به تو تخفیف میدیم که آزاد شی. پولر وقتی که اینو میفهمه با خودش میگه که خب اینگمار بالاخره یه جرمی مرتکب شده دیگه، به 2 تا زن آسیب رسونده. برم به وکلاش بگم، نرم به وکلاش بگم، چیکار کنم چیکار نکنم؟ میره سراغ خانواده چاندرا. بهشون میگه که آقا من دوست دختر فلانی ام و این اومده پیش من یه همچین اعترافی کرده. اینم صداش. صدا رو که پخش میکنه، بعد از این خانواده چاندرا میرن و دوباره پرونده چاندرا رو به جریان میندازن. خب چون این خانواده دنبال قاتل واقعی ان، دنبال این نیستن که فقط بگن یه نفر دختر ما رو کشت تموم شد و رفت دیگه. بعد از اینکه پرونده دوباره به جریان میفته، مورالس دوباره میاد توی دادگاه و شروع میکنه صحبت کردن. حالا نکته چیه؟ توی پرونده‌های جنایی آمریکا وقتی یک زندانی میخواد بر علیه یک زندانی دیگه شهادت بده، فقط باید یک بار این کار رو انجام داده باشه. یعنی این شکلی نباشه که مثلا بشه عادت یومیش دیگه، هر روز پاشه بیاد بگه آره فلانی اینو گفت، بهمانی اونو گفت. برای اون سوگند خوردنه باید یک بار مثل اینکه این کار رو انجام داده باشن، به خصوص وقتی که پرونده قتل وسط باشه. مورالس هم توی دادگاه قبلی گفته بود که آره من تا حالا شهادت ندادم، ولی خب اینجا مشخص شد که دروغ گفته و قبلا توی 2-3 تا پرونده دیگه هم بر علیه زندانیای دیگه شهادت داده و یه سری حالا مثلا کردیت و اینجور چیزا گرفته. این قضیه باعث میشه که دادگاه و قاضی به طور کلی مورالس رو به عنوان یک شاهد بی‌اعتبار بدونن و اصلا حرفش رو قبول نکنن. وقتی هم که حرف اینو در دیگه قبول نمیکنن و از درجه شهادت در واقع ساقطش میکنن، میرسن به اینگماری که سال 2002 دستگیر شده، قرار شده 10 سال زندان باشه، یعنی باید 2012 آزاد میشد، اما الان 2017 و هنوز توی زندانه. سریعا همه اتهاماتش رو لغو میکنن، آزادش میکنن و سریعا دیپورتش میکنن السالوادور. یعنی حتی نمیذارن یک روزه دیگه توی آمریکا بمونه. بعد از آزادی مستقیم میبرنش هواپیما السالوادور و برمیگرده میره به شهر خودش. این وسط اما هنوز همه چشمشون دنبال گری کاندیده. گری که دیگه از سیاست دور شده و تصمیم گرفته یک بستنی فروشی را بندازه. یه بستنی فروشی به اسم باسکین اند رابینز. باسکین و رابینزی که چاندرا روز آخر مرگش داشته سرچ میکرده در موردش. پرونده چاندرا لوی تو همین نقطه به پایان میرسه. تا این لحظه که ما داریم با هم صحبت میکنیم، یعنی تا سال 2025، هنوز هیچ خبر جدیدی از پرونده چاندرا رو نشده. گری کاندید داره واسه خودش بستنی فروشیشو میچرخونه. اینگمار گوادیک هم که برگشته السالوادور داره زندگی میکنه. استخونهای چاندرا هم الان سالهاست که زیر خاک آروم خوابیدن و فقط منتظر روزی هستن که قاتل واقعیش پیدا شه. خیلی ممنونم که تا پایان این ویدیو هم همراه من بودین. خوشحال میشم که نظرتون رو با من به اشتراک بذارید تا بتونم ویدیوهای جذاب‌تری براتون درست کنم.